مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتوی زرنثار یکی از شرکت‌های کلانترین در حدود ولایت سوات به شمار می‌رود. کارخانه مذکور در شهرک زرنثار شهر گلستان دوام چند سال می‌شود که فعالیت دارد. و همین کارخانه در رشد استحصالات، غنی گرداندن بودجه و تامین مردم با جای کاری دائمی نظر است میباشد. قابل قید است که تشکیل چنین کارخانه‌های عظیم صنعتی در نتیجه همکاری سودمند جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین بوده، با تلاش‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان برای رشد ساحه صنعت کوهی سرمایه‌های خارجی جلب کرده شدند. این نقطه در ملاقات رئیس ولایت سوات رجب احمدزاده با رهبر شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خیتوی وان شی سین ذکر کرده شد. طوری که از معلومات برمی‌آید شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خیتوی ماه ایونی سال 2007 تأسیس یافته است. سرمایه آیین‌نامه‌ای آن 30 میلیون دلار ارزیابی می‌گردد. این شرکت دارای شهادتنامه استخراج معدن‌های سرب و روح میباشد. در شرکت کارهای اکتشافی گئولوژی، استخراج، کارکرد کندنی‌های فایده‌ناک پیش بینی شده است. از روی معلومات‌های آماری، جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتوی در سال 2020 با مبلغ 1 میلیارد و 470 میلیون سومانی محصولات صنعتی استحصال نموده است. گفته می شود که از روی عهدهداری در جنبش سال 2020 در شرکت مذکور با مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی عقیب‌مانی استحصال محصولات صنعتی به نظر می رسد. در سال 2019 در کارخانه مذکور 2 میلیارد و 770 میلیون سومانی محصولات استحصال گردیده بود. ضمن صحبت تاکید گردید که خروج بیماری سیریاتی کرونا ویروس و فعالیت کارخانه تاثیر گذاشته است. از روی عهدهداری در سال 2021 شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتوی باید کارکرد محصولات را تا به 3 میلیون تن برابر نماید. ذکر کرده شد که حکومت جمهوری تاجیکستان برای فعالیت شرکت‌های مشترک زمینه فراهم آورده آنها را پیوسته دستگیری می‌کند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوات بهر در عمل تطبیق نمودن هدف چهارم ملی یعنی صنعتی کنانی با سرعت کشور تدبیرهای مشخص اندیشیده همکاری را با شرکت‌های عظیم صنعتی تقویت بخشیده است. در ملاقات جانب‌ها وابسته به حل مسائل‌های مربوط به رشد کارخانه، اجرای عهدهداری‌ها و زیاد نمودن حجم استحصال محصولات مبادله افکار نمودند. با مقصد بلند برداشتن نشاندهنده‌های استحصالی و رشد منبعی کارخانه، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوات در همدستی با رهبری جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتوی تدبیرهای ضروری را اندیشیده ایستاده است. زیرا فعالیت نظارت این شرکت بر رشد ساحه‌های مختلف تأثیر مثبت می‌گذارد. ضرور شمرده شد که کارخانه متالورژی در شهر استقلال به کار انداخته شود. این تصمیم بر رشد همه‌جانبه شرکت مساعدت می‌کند. از روی عهدهداری شرکت باید راه ماشینگرد بوستان زرنثار را منفش نموده در شهرهای استقلال و گلستان مکتب کودکستان بنیاد نمایند. رهبریت شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتوی برای دستگیری و توجه پیش از همه به پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان و برای همکاری سودمند و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوات اظهار سپاس نمود. در ملاقات وابسته به زیاد نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی، بیشتر نمودن جایهای نوی کاری، اجرای عهدهداری‌های شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتوی و دیگر مسائل‌های جاری هوسمندی بیان کرده شد. در ملاقات رئیس ولایت سوات رجب احمدزاده با رهبر شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتوی وان شی سین شرکت مذکور عهدهدار گردید که در سال 2021 با مبلغ 3 میلیارد و 800 میلیون سومانی محصولات استحصال نماید. رئیس ولایت سوات اصرار داشت که شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتوی با استفاده از ظرفیت‌های موجوده از عهده اجرای عهدهداری در سال روان سربلندانه می‌براید. اظهار باوری کرده شد که شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتوی سال 2021 را با دستاوردهای خوب مهنتی جنبش می‌نماید.